درود، امروز جمعه 18 ایول است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی همراه شما. نخست نگاه به سرخط چند خبری مهم. حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که نقش کارمندان شبکه تقسیم برق در تلفات زیاد و دزدی پول نیروی برق کم نیست. برخورد دیگرگونه به شهروندان تهجایی و غیر روس. چرا مقامات روسیه در برابر مرگ و قتل شهروندان غیر روس کشور سکوت می‌ورزند؟ با من بگویید که منبع نژاد پرستی کی است؟ مگر دپوتات‌های پیشقدم باستریکین یا کالاکولتسف اظهارات آشکارا ناتستی پخش نمی‌کنند؟ طبیبان میگویند پرهیز والدان از واکسن زنی کودکانشان سبب افزایش بیماری سرخکان در قرقیزستان شده است. اول به دلیل‌های مذهبی، دوم من ترکیب واکسن را نمی‌دانم، به من نگفتند چی دارد. مقامات تاجیکستان تعریف کردند در مدت کوتاه به آنها میسر شده است که تلفات نیروی برق در کشور را کم کنند، کاری که سالهای دراز انجام دادن نمی‌توانستند. برعکس سالهای پیش که میگفتند مردم و مؤسسه ها پول را درست نمیپردازند، حالا مقامات رسمی اعتراف کردند گناه شبکه‌های تقسیم نیروی برق در تلفات و دزدی پول مشتریان و حق نیروی برق کم نیست. میرزا نبی خالقزاد با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که در مؤسسه‌های تقسیم برق رشوه‌خواری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیمه‌های بیلینگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. خبرگزاری دولتی خاور در یک گزارش از نشست در شرکت برق تاجیک عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر را نقل قول کرده است که چنین است: سنجش‌های پرکراری، حالت‌های زیاد دزدی و تلفات قوه برق، تصرف تجهیزات و مبلغ‌های صاحب، پاره‌گیری غیرقانونی از اعتبار ساقط نمودن قرضداری مشتریان، بی اساس عوض کردن حسابکنک‌های برقی، وارد کردن تغییرات به برنامه بیلینگی و حسابکنک‌های برقی و به این واسطه کم پرداخت کردن مبلغ آن را آشکار نمودند. معاون دادستان کل تاجیکستان در این جلسه گفته است که در نیم سال گذشته برای استفاده غیرقانونی و یا دزدی و تأخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگری مادی و انتظامی و مأموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کرده و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سوم زیان رسیده را جبران کردند. مقامات تاجیکستان سالها باز مردم را گناهکار می‌کردند که حق استفاده نیروی برق را درست پرداخت نمی‌کنند و یا آن را بدون حساب کنک استفاده برده به خزینه دولت ضرر می‌رسانند. ساکنان برعکس میگویند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها می‌ستانند وگرنه بی گرمی و روشنایی خواهند ماند. بعد دور و دراز ادامه یافتن این ماجراها، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 اپریل سال روان به طرح قانون امضا کرد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27,000 سوم جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. سپس به مقامات دستور داد که برای پیشگیری از تلفات نیروی برق و دزدی آن و برگردانیدن قرض‌های عظیم چاره‌های فوری بیاندیشند. در نشست که روز 18 ایول در دوشنبه صورت گرفته است، مقامات رسمی تعریف کردند که در نیم سال گذشته تلفات نیروی برق را نزدیک به 18% پایین آوردند که در مقایسه به همین دوره سال 2024 تقریبا 3% کمتر است. سال گذشته 24% نیروی برق استحصال شده در تاجیکستان تلف می‌یافته است که رقم بسیار بزرگ است. معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته است تلفات نیروی برق در شهر دوشنبه تا 2 سال قبل از 35 تا 40% می رسید و در نتیجه تدبیرهایی که دوام 3 ماه آخر اجرا شده اند، تلفات نیروی برق در پایتخت تاجیکستان تا به مرز 9% کم پایین آورده شده است. به قول معاون نخست وزیر از این برمی آید که 25% برق در پایتخت دزدی بوده است. ماجرا بین روسیه و آذربایجان که ماه ایون و بعد از مرگ 2 آذری‌تبار در یکاترینبورگ برخاست همچنان ادامه دارد، اگرچه مثل پیشینه داغ و آشکارا نیست.
مقامات روسیه میگویند آذری تباران شهروند روسیه بودند و کسی نباید به این مسئله کاردار شود. اما حامیان حقوق میپرسند که چرا مناسبت مقامات روسیه با شهروندان غیر روس در کشور دیگر است. همکارم خیرام وقازاده درباره این ماجرا با والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران صحبت کرد و نخست پرسید که چرا ماموران امنیتی روسیه با مردم غیر روس اکثرا بیرحمانه رفتار میکنند. آنها نه با گمانبران، آنها با چنین شیوه با همه آنها رفتار میکنند که موی زرد و چشم کبود نیستند. باور دارم که آذربایجانی ها را به هیچ یک اتهام صادر کردن جنایت بازداشت کردند و باور دارم که پرونده جنایت تنها بعد کشتن آدمان پیدا شد. فکر میکنم که وقتی بازداشت آنها حمله بی اساس صورت گرفته است. این میتوانست یک تلاش محروم کردن صاحبکاران از درآمد در بازار و یا رید عادی نژاد پرستانه باشد که مقصدش غارت مهاجران و نمایش نیرو بوده است. в целях пограбить мигрантов и доказать, какие они крутые. همکارم از والنتینا چوپیک همچنین پرسید که چرا مقامات خود روسیه از بازداشت بیرحمانه و مرگ 2 نفر که شهروندان خود روسیه بودند صدا بلند نکردند. Давайте мы с вами вспомним многочисленные случаи насилия над таджикскими оппозиционерами. بیایید نخست حادثه های اذیت و خشونت نسبت مخالفان تاجیک شهروند روسیه را به یاد می آوریم. حتی در حالت هایی که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعتراض نه، فقط یک نامه زده گفته است که ما را درباره این حادثه آگاه کنید، روسیه همیشه گفته است که کاری شما نباشد، آنها شهروندی ما هستند. بار دیگر میگویم آنها همیشه با چنین شیوه رفتار میکنند و آنها فقط خیال کردند که هر وقت به آنها گفتند که آنها آذربایجانی نه و روسیگی هستند، آذربایجان خپ میشیند. به همین خاطر واکنش زخره و چنین بود که گفت آنها شهروندی ما هستند. چرا دومه دولتی یا جامعه چیزی نگفت؟ به من بگویید که منبع نژاد پرستی کی است؟ مگر دپوتات های پیش قدم باستریکین یا کالاکولتسف اظهارات آشکارا ناتستی پخش نمیکنند؟ کدام واکنش را شما انتظار داشتید؟ این تطبیق دعوت‌های خود آنها میباشد. Они только приветствуют такое, потому что это реализация их собственных призывов. والنتینا چوپیک در گذشته در صحبت‌هایش با رادیو آزادی به خصوص به مهاجران تاجیک مشورت داده بود که به روسیه نروند چون برایشان خطرناک است. همکارم از او پرسید که حالا وضع را چگونه ارزیابی می‌کند. По сравнению с тем, что происходило в марте, апреле, мае 2024 года, сейчас несколько получше. در مقایسه با ماه‌های مارت، اپریل و می سال 2024 وضع حالا یک کمی بهتر شده است و حالا از دوره فوریه مارت امسال هم کمی وضع سبکتر است. آن وقت پلیس امر گرفت که برای سنجیدن اسم مهاجران در رئیستر عمومی مردم را تا 48 ساعت بازداشت کنند. با این وجود در عموم وضع خوب نیست. انتظار من این است که بعد 30 سپتامبر که به اصطلاح مهلت عوف مهاجران ثبت نشده به اتمام میرسد، باز وضع بد خواهد شد. امنیستیا با آنهایی که ورودشان منع است کار نمی کند. نشر مواد نژاد پرستانه که جامعه را زهرآلود و برای خشونت علیه مهاجران میشوراند دوام دارد. فکر می کنم که آخر ماه سپتامبر پیش از تمام شدن مهلت به اصطلاح عوف موج نوبتی سرکوب‌های ضد مهاجران بالا میگیرد. И так множество нацистских публикаций, которые расстравляют общество, ориентируют его на агрессию в сторону мигрантов. Но я думаю, что в конце сентября, перед окончанием этой так называемой амнистии, у нас будет еще один всплеск. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفتگوی مفصل با او به زودی در وبسایت azadi.org نشر می شود.
در نیم سال گذشته در قرقیزستان 10 کودک از بیماری سرخکان که پیشگیری از آن چندان مشکل نیست جان دادند. 6 نفرشان طفلان تا 1 ساله بودند. هیچ یک از آنها به گفته طبیبان قرقیز به ضد این بیماری خطرناک واکسن نگرفته بودند. تا اول ماه ایون در قرقیزستان روزانه تا 10 مورد سیرتی سرخکان ثبت شده است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا را در این باره علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. گلناز یوسفقیزی 15 روز است که در شفاخانه است. 3 دخترش را که به سرخکان گرفتار شدند همراهی می‌کند. اول با دختری کلونیش یک هفته اینجا بود، سپس با 2 دختر خردیش برگشت. هیچ یکی از آنها واکسینه سرخکان را نگرفته بودند. با وجود بیماری سخت گلناز میگوید که از آنکه اجازه نداد کودکانش واکسینه بگیرند پشیمان نیست. اول به دلیل‌های مذهبی، دوم من ترکیب واکسینه را نمیدانم، به من نگفتند چی دارد. من به کسی نمیگویم واکسینه بگیرد یا نه، انتخاب از خود آنهاست. من شنیدم که آنهای هم که واکسینه گرفتند بیمار میشوند. عین زمان در شعبه بیماری‌های سرخکان در شفاخانه جمهوریوی سرایتی 15 کودک معالجه می‌گیرند. هیچ یکی از آنها واکسینه نگرفته بودند. با گفته سرطبیب اینجا مارینا دولتبایова بسیاری از والدان بعد آن به ام کردن کودکان اجازه می‌دهند که عذاب آنها را در بستر بیماری می‌بینند. اما ام کنی دیگر معنی ندارد، زیرا کودک از بیماری مسئولیت پیدا می‌کند. در بین مردم این باور است که واکسین شدگان هم بیمار میشوند، ولی چنین نیست. اگر کودک واکسین نگرفته باشد طبیعی است که بیمار میشود، اما بیماری به کودکان واکسین گرفته احیانا سرایت میکند. اگر گرفتار هم شوند بیماری را آسان پس سر میکنند و احتیاج به آنتی بیوتیک و شفاخانه نمیماند. با گفته طبیبان سرخکان اکثرا آسان میگذرد، اما میتواند سبب التهاب مغز، نابینایی و مشکلات در راههای نفس شود. مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکی قرقیزستان گفته است که یک سبب اساسی پرهیز از واکسینه زنی باورهای دینی و سپس ترس از خطر آنهاست. بختیگل قلیجبکова طبیب کودکان میگوید بسیاری از والدان را خودی طبیبان اویلوی از واکسینه میترسانند و دیگر افسانه‌ها درباره آن است، از جمله عقیده نادرست درباره معلول شدن کودکان. کودک را از پیش معاینه نمی کنند و بعد 6 ماه ضمن تشخیص معلوم می شود که فلج مغزی دارد. واکسین دوم را بعد 5 ماه می زنیم. البته آنها کودک را در 6 ماهگی معاینه می آورند و سپس معلوم می شود که فلج مغزی دارد. والدان این دو را به هم وابسته می دانند ولی نمی فهمند که تا این وقت علامت های بیماری بوده است. بیماری سرخکان بیشتر از همه در شهر بیشکک، ولایت چوی و اوش ثبت شده است. روزانه در پایتخت تا 8 مورد نوی سرایت ثبت می شده است و 94% گرفتاران واکسینه نگرفته بودند. ما با آنهایی که نمیخواهند واکسینه بگیرند کار میکنیم تا اهمیت واکسینه را فهمانیم. والدانی هستند که میفهمند، بعضی نمیفهمند و خودشان را حق میشمارند. برای همین کفالت نیست که سرخکان از بین میرود. بیماری زمان نابود میشود که آدمان فهمند و مطابق جدول واکسینه بگیرند. برای مانع شدن به سرایت وسیع بیماری باید تا 95% کودکان واکسینه گرفته باشند. طبیبان قرقیزستان بیم دارند که بعد بازگشت کودکان به مکتب در فصلهای تیرما و زمستان ممکن است سرخکان با سرعت بیشتر دامن پهن کند. شورای حقوق بشری تابع رئیس جمهور روسیه قصد دارد مسئله واکسین زنی مهاجرانی را که نیت کار در قلمرو این کشور را دارند بررسی کند. در این باره اولگا دیمیچووا یک عضو این شورا روز 17 ایول خبر داده است و گفته او سببی در میان گذاشتن این مسئله خروج بیماری منینگیت است که گویا مهاجران به روسیه آوردند. منینگیت التهاب پرده های محافظتی مغزی سر است که در صورت بی معالجه گذاشتن تا به مرگ میرساند. دفتر مطبوعات شورای حقوق بشری روسیه سخنان اولگا دیمیچووا را آورده است که گفته است مسئله امنیت و پیشگیری از خروج چنین بیماری به واکسین زنی اهالی روسیه و هم واکسین زنی حتمی آنهای رابطه میگیرد که میخواهند در قلمرو کشور ما کار کنند تا اینکه آدمان سرچشمه بیماری های سیرتی نباشند. 15 دقیقه که برای اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و صحیفه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس است. اگر شما هم خبری دارید با ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود
نشر می شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.